سلام، من نگینم، هومن تکانی. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید حتما. خداحافظ. درود به همگی، خیلی مخلصم. من هومن تکالم. من نگینم. امروز اومدیم با معرفی بهترین فیلم های سینما راجع به دراگ و مواد مخدر و اعتیاد به اونا. پس ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. به نظرتون واسمون کامنت بذارید. قبل از معرفی فیلم ها، یه فیلمی که خودم خیلی دوستش دارم اول بهتون معرفی میکنم. که این فیلمم توی همین ژانر و اسمش هم استریت کت نیمد باب برای سال 2016. ژانر این فیلم خانوادگی و کمدیه. کارگردانش هم راجر اسپاتیس بوده و برنده یک جایزه هم شده. شماره 13 هفت نلسون برای سال 2006 با ژانر درام و اجتماعی به کارگردانی رایان فلک. What keeps us from being free? Miss Dre. Prisons. Absolutely. این فیلم راجع به یک معلم دبیرستانه که عادت به مصرف مواد مخدر داره. Stay away from drugs. Excuse me? Mr. Model A1 citizen. I don't know. He your teacher, Dre. بعد از اینکه یکی از دانش آموزاش به راز اون پی میبره، رابطه دور از انتظاری رو با اون شروع میکنه. Second chances are rare, man. You gotta take better advantage of them. این فیلم برنده 29 جایزه و نامزد دریافت 48 جایزه دیگه شده. شماره 12 بلو محصول 2001 با ژانر جنایی، اکشن و درام به کارگردانی تد دم. Who introduced you to Pablo Escobar? Huh? Me. این فیلم نگاهی به زندگی جورج جانگ داره. Take it easy, George. You have a daughter now. مردی که توی سال 1970 بازار کوکائین رو توی آمریکا به راه انداخت. So this is it? I hope not, Pop. این فیلم برنده 3 جایزه و نامزد دریافت 9 جایزه دیگه شده. شماره 11 دوپ محصول سال 2015 با ژانر کمدی و جنایی به کارگردانی ریک فامویوا. You probably got like one of them photogenic brains. You mean photographic memory? این فیلم راجع به مالکوم و دوستاشه که سال آخر دبیرستان هستن. I don't want to go to jail. I want to go to college. Slippery slope. اون تو یک محله پرخطری زندگی میکنه که جرم و جنایت زیادی اونجا اتفاق میفته. اون و دوستاش واسه خودشون یک گروه موسیقی رو راه اندازی کردن. You play with me, my little boy from the hood? Hey, wait. I am the authority. اما یک روز توسط خلافکار محل که مواد فروش بوده به یک جشنی دعوت میشن که این جشن باعث میشه زندگیشون عوض بشه. Allow me to reintroduce myself. My name is Malcolm Adekambi. این فیلم برنده 5 جایزه و نامزد دریافت 25 جایزه دیگه شده. شماره 10 امریکن گنگستر برای سال 2007 با ژانر هیجان انگیز و اکشن به کارگردانی ریدلی اسکات. White man owned it, so they own him. Nobody owns me, though. این فیلم راجع به لوکاسه که راننده و محافظ یکی از رؤسای تشکیلات تبهکاریه. Bribery. Extortion. اون پس از مرگ رئیسش موقعیت خودشو توی جایگاه وارد کننده مواد مخدر درجه 1 نیویورک تثبیت میکنه. Murder. Racketeering. Family. در اونور قضیه هم ریچی یک پلیس درست کاره. They tried to kill my wife. اون رهبر گروه ضربت مبارزه با مواد مخدره. This is my home. اون تلاش میکنه که جلوی فعالیت تشکیلات لوکاس رو بگیره. Country. این فیلم برنده 12 جایزه و نامزد دریافت 38 جایزه دیگه شده. شماره 9 بیوتیفول بوی محصول 2018 با ژانر درام و بیوگرافی به کارگردانی فیلیکس فن گرونینگن. I still have a family. I want them to be proud of me. این فیلم راجع به نوجوانی به نام نیکه. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. اون پسریه که همه چیز داره، از نمرات خوب و سردبیری روزنامه مدرسه گرفته تا بازیگری و مدال ورزشی. Do you know how much I love you? I love you more than everything. اما وقتی اعتیاد وارد زندگی اون میشه، پدر اون تلاش میکنه که اونو از اون منجلا بیرون بکشه. Everything. Everything.
این فیلم برنده 10 جایزه و نامزد دریافت 31 جایزه دیگه شده. شماره 8 مونلایت محصول 2016 با ژانر عاشقانه و درام به کارگردانی بری جنکینز. این فیلم روایتگر از زندگی سیاه پوستی به نام شایرونه که از کودکی تا بزرگسالی اون رو نمایش میده. نشون میده که چجوری با مشکلات فرهنگی و خانوادگیشون و توی یک محله فقیر و بدنام سیاه پوستشون بزرگ میشه. پدر شایرون مدت‌ها پیش اونا رو ترک کرده و مادرش هم به مواد مخدر اعتیاد داره. این فیلم برنده 233 جایزه شده و نامزد دریافت 310 جایزه دیگه. شماره 7 سیتی آف گاد محصول 2002 با ژانر جنایی و درام با کارگردانی فرناندو میرلس و کاتیا لاند. این فیلم راجع به محله فقیرنشینی به نام شهر خداست در حومه ریو د ژانیرو. این شهر هیچ قانونی نداره و مافیا اونو کامل توی دست خودش گرفته. این شهر پر از خشونت و مواد مخدره. فیلم راجع به 2 کودکی که توی این محله بزرگ میشن و 2 تا مسیر مختلف رو میرن. یکیشون عکاس و یکیشون دلال مواد مخدر میشه. این فیلم برنده 75 جایزه و نامزد دریافت 51 جایزه دیگه شده و همینطور جزو 250 فیلم برتر سینما. شماره 6 پین اند گلوری محصول 2019 با ژانر درام و کمدی به کارگردانی پدرو آلمودوار. این فیلم راجع به کارگردانی به نام سالوادور مالوسه. اون در حال فکر کردن به انتخابات گذشتشه چون زندگی الانش در حال فروپاشی و میخواد اونو سر و سامون بده. ¿Drama o comedia? Eso no se sabe. این فیلم برنده 70 جایزه و نامزد دریافت 182 جایزه دیگه شده. شماره 5 25th Hour محصول 2002 با ژانر اکشن و جنایی به کارگردانی اسپایک لی. این فیلم راجع به جوانی به نام مانتیه که به راه خلاف کشیده شده و پخش کننده است. اون بعد مدتی دستگیر میشه و به 7 سال زندان محکوم میشه. اون توی آخرین روز آزادیش زندگی خودش رو مرور میکنه و از خودش سوال میکنه که کی و چرا وارد این مسیر شده. این فیلم برنده 4 جایزه و نامزد دریافت 18 جایزه دیگه شده. شماره 4 ایسترن پرامیسز محصول سال 2007 با ژانر هیجان انگیز و جنایی به کارگردانی دیوید کروننبرگ. 2314. در شهر لندن توی یک رستوران روسی یک باند مافیای روسی فعالیت میکنن. ریاست این گروه با سایمون و پسرشه. راننده اونها نیکولاس خودش رو به تیم ثابت میکنه و تنها شرطی که واسش میذارن اینه که از خانواده خودش گذشت کنه. نیکولاس به راحتی قبول میکنه چون اصلا هیچ مهر و محبتی نسبت به خانواده‌اش توی دلش وجود نداشته. نیکولاس به مرور دشمنان خانواده جدیدش رو از بین میبره و پله‌های ترقی رو خیلی با سرعت بالا میره. البته هیچ کس هویت واقعی اون رو نمیدونه. این فیلم برنده 28 جایزه و نامزد دریافت 74 جایزه دیگه شده. شماره 3 21 گرمز محصول 2003
با ژانر جنایی و هیجان انگیز به کارگردانی آلهاندرو گونزالز اینیاریتو. فردی یک پدر و 2 دختر خردسالش رو زیر میگیره و باعث مرگ اونا میشه. قلب این پدر به بیماری که در حال مرگ بوده پیوند داده میشه و این کار زندگی 3 خانواده رو تحت تاثیر قرار میده. مرد با قلب پیوندی کنجکاو میشه که خانواده اهدا کننده رو پیدا کنه. در همونها زن بیوه هم در حال انتقام گرفتن از قاتل همسر و فرزندانشه. این فیلم برنده 30 جایزه و نامزد دریافت 79 جایزه دیگه شده. شماره 2 The Wolf of Wall Street محصول 2013 با ژانر کمدی هیجان انگیز و درام به کارگردانی مارتین اسکورسیزی. این فیلم روایتگر اوایل دهه 1990 میلادیه. در مورد جوان تازه‌کاری به نام جردن بلفورت. اون کار خودشو با تأسیس یک شرکت کوچیک 20 نفره شروع میکنه. اما شرکت اون خیلی سریع پیشرفت میکنه، به خاطر همین به اون لقب گرگ وال استریت رو میدن. این فیلم برنده 37 جایزه و نامزد دریافت 179 جایزه دیگه شده. و شماره 1 ریکویم فور ا دریم محصول سال 2000 با ژانر ترسناک و درام به کارگردانی درن آرونوفسکی. این فیلم راجع به زن بیوه‌ای به نام ساراست که معتاد به تلویزیونه و یک پسری به نام هری داره. هری که اعتیاد داره بیشتر زمانشو با دوستای صمیمیش میگذرونه. ماریون یک طراح مد ناکام و تایرون که یک سیاه‌پوست مواد فروشه. هری و تایرون در حال به جیب زدن پول کلانی از فروش مواد مخدرن. سارا هم که رویای حضور توی برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌اش رو داره. پیش یک دکتر بدنام میره برای اینکه بتونه رژیم بگیره و لباس قرمز مورد علاقه‌اش رو تنش کنه. ولی به زودی درگیر قرصایی میشه که شامل مواد مخدره. هری و تایرون هم که اوایل کارشون موفق بودن و پول زیادی رو به دست آوردن، بعد از یک مدت در نهایت این پول خرج مصرف هر 3 تاشون میشه. این فیلم برنده 37 جایزه و نامزد دریافت 69 جایزه دیگه شده. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید. ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنید و نظرتون هم واسمون بنویسید. بدرود. متاسفانه این هفته برای ضبط این ویدیو مجبور شدیم همه مواد مخدرات رو مصرف کنیم که بتونیم براتون تولید محتوا. آره، نه هر دفعه این بساطا داریم. هر ویدیویی که هر هفته آماده میکنیم مجبوریم تجربهش کنیم ببینیم مثلا چی بوده. ریکویم فور ا دریم بالاخره خواستم با عشق و لذت براتون تعریف کنیم. ویدیو بعدی خدا به خیر بگذرونه فکر کنم. یه معرفی نداریم، من که برم کمپ. به کارگردانی آلهاندرو گونزالز اینیاریتو. انگار ورد خوندم. هری پاتر دیگه. وینگاردیوم لویوس. فعلا مواد نظر به شکلی کج میشی.